برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام و درود با شما بینندگان عزیز و گرامی ما. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکت محمد در خدمت شما هستم و امروز در برنامه ما درباره اینکه در قضیه افغانستان و به سر قدرت آمدن طالبان امام علی رحمان خیلی بردهای کرده ایستاده است و حتی به یک قهرمان ملی تبدیل یافته ایستاده است. آنه که قهرمان با نام بود و چیز دیگه حالا به یک طور واقعی در حال قهرمان ملی شدن است. اما با این خبرهایی که آخری که آمد، امام علی رحمان را خطری به خاین ملت واقعی تبدیل شدنش تهدید میکند. یعنی دور نیست که مردم بشناسند که امام علی رحمان در واقع از قهرمان به خاین تبدیل می‌یابد. در حالی که جهان در فکر است با طالبان چیکار کند، امام علی رحمان حد اکثر فایده از رسیدن آنها به قدرت را گرفت. امام علی رحمانی که ظاهراً کمتر از همه به حکومت طالبان منفعت دارد است، تا حال بیشتر از همه منفعت برداشته است، ولی چون همیشه نزدیک بینیش به او امکان می‌دهد به منافع زودرس و بی‌پایه منافع دیررس اما دراز مدت را ترجیح داده پیش رود. کمتر کسی شبهه دارد که رسیدن طالبان به قدرت پیش از همه حکومت تاجیکستان و شخص امام علی رحمان را نگران کرده است. تاجیکستان درازترین سرحد با افغانستان را دارد. خطا نکنم 1400 کیلومتر که بیشتر این طول غیر قابل کنترل است. نمیتواند تاجیکستان اگر همه کشورهای عضو سپد را، سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به سرحد افغانستان آورده قطار کند هم نمیتوانند کنترل کنند. از کنترل بیرون است و این را همه میداند و این هیاهوها یک هیاهوهای نظر فریبانه است. سرحد را به قوت کرده ایستاده، به سرحد کمک شده ایستاده است از جانب فدراسیون روسیه، از جانب دیویژن 201 با هاکزاهای دیگر تانک و توفنگ‌های نو آورده ایستاده اند. اما در واقع همگان میدانند که این بسیار جایی هست که تماما از کنترل بیرون است، کنترل کرده نمی شود، مگر اینکه خود اراده سیاسی حکومت افغانستان به این باشد که سرحد را عبور نکنند. اگر این اراده را داشتند هیچ کس سرحد تاجیکستان را کنترل کرده نمیتواند. این را همه میدانند. در صورت تصمیم اینترونسیا از طرف طالبان، اولین کشوری که در روی خط قرار دارد تاجیکستان است. طالبان میتوانند از صدها نقطه سربازان خود را وارد تاجیکستان سازند. حالا پیشروی خواهند داشت یا نه مسئله دیگر است تماشابینان. اما این کسی نمیتواند مانع ورود قاچاقی سربازانش به تاجیکستان شود، حقیقت بی بحث است. خیلی که گفتم. از طرف دیگر یگانه جبهه‌ای که علیه طالبان شکل گرفته است جبهه تقریباً 100% تاجیکی پنشیر است. با در نظر داشت منصبش و اینکه خود را پیشوای تاجیکان جهان اعلان کرده است، امام علی رحمان وظیفه دار است در کنار این جبهه باشد، حد اقل با گپ، با سخن، زبانکی. سالهای زیاد در کنار طالبان بودن گروه‌های مسلح تاجیکستانی و در 5 ناحیه سرحدی مستقر شدن آنها از نگرانی‌های دیگر است که با رسیدن طالبان به قدرت در دوشنبه پیدا شده است. ناراضگی مردم در داخل و به سمت افراطگرایی رفتن جوانان مذهبی بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکانی به جنگیان آن سوی آمو پیوستن هزاران جوان رنجیده را هم
زیاد میکند. با در نظر داشت این همه می شود خلاصه کرد که بیشتر از همه ضربه به موقع امام علی الرحمن وارد شده است. اما تماشابینان عزیز، برخلاف این تحلیل ها مسئله کاملا برعکس است. تا حال بیشتر از همه، حتی بیشتر از خود طالبان، از قدرت را به دست گرفتن آنها امام علی الرحمن منفعت برداشته است. با اینکه طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفتند، قدرت را به دست گرفتند، ریتینگ امام علی الرحمن در داخل به حد بالا رفت که حد اقل 10 سال آخر نظیر نداشت. حتی وقت تگمه به کاراندازی چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون را پخش میکرد تا این حد محبوب نبود. تا این حد محبوب نبود. اشدترین مخالفانش هم امروزها شاید بار اول باشد از امام علی الرحمن ستایش کردند. با امام علی الرحمن با گفته‌هایش همصدایی، هم‌آوازی کردند. ببینید تماشابینان عزیز، در تاجیکستان نظرسنجی و ردبندی درباره محبوبیت منصبداران وجود ندارد، ولی اگر وجود می داشت شاید بزرگترین جهش ریتینگ امام علی الرحمن از زمان رسیدنش به قدرت ثبت می شد. طالبان را قبول نداشتن مردم تاجیکستان از یک طرف و در مقابل طالبان قرار گرفتن پسر قهرمان ملی احمد شاه مسعود که در تاجیکستان شاید بیشتر از خود افغانستان محبوبیت دارد، جامعه تاجیکستان را یک دسته کرد، متحد کرد و در همین فرصت اعلان به رسمیت نشناختن طالبان از سوی امام علی الرحمن فرصت برای جهش به سابقه ریتینگ شد. در اصل این اعلان امام علی الرحمن از اعلان 10 ها رهبران کشورهای دیگر فرق چندانی نداشت. رهبران دیگر کشورها هم گفتند که در افغانستان باید یک کشور حکومت همه شمول باشد و همین گپ را امام علی الرحمن هم گفت. اما فضا در کشور به نفع امام علی الرحمن بود. ببینید دستیابیش به توافق با عمران خان سروزیر پاکستان درباره برگزاری گفتگوی طالبان با تاجیکان افغانستان در دوشنبه کمک دیگر برای ریتینگش برای بالاتر جهیدن شد. هرچند بسیاری از کارشناسان تخمین می‌زدند که این توافق همانجا باقی میماند و طالبان به هیچ وجه راضی نخواهند شد برای گفتگو با مخالفانشان به دوشنبه بیایند، امام علی الرحمن به هدف اصلیش به هر حال رسید. امام علی الرحمن هم میدانست که این توافق عملی نشونده است، اما به نفع ریتینگ شخصیش می باشد. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، حکومت را گرفتن طالبان، ریتینگ طالبان رو به پایان است. این چیز را دیده ایستادیم. اما از امام علی الرحمن برعکس به سوی قله ها رفته ایستاده است. فایده دیگری که امام علی الرحمن از به قدرت رسیدن طالبان برداشت کسب محبوبیت بین تاجیکان افغانستان بود. اعلان امام علی الرحمن به وزیر خارجه پاکستان که در افغانستان دوست نمی دارند مبنی بر اینکه حکومت طالبان را اعتراف نخواهد کرد، رحمان را بین تاجیکان افغانستان به قهرمان تبدیل داد. با تقویت محبوبیت امام علی الرحمن البته تبلیغ راه‌اندازی شده رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی افغانستان که شاید دست دوشنبه هم کم نبود کمک خیره کننده رساند. 10 ها خبر دروغ و فیکی مانند اینکه دوشنبه به پنجشیر سلاح فرستاده است یا حاضر است ارتش فرستد
چقدر کمک های بشر دوستانه فرستاده است و هاکذاها که یگان تایش واقعیت نداشتند در شبکه های اجتماعی افغانستان با سرعت پهن می شدند و هیاهوی برپا می کردند. کار امام علی رحمان در افغانستان به جای رسید که قسمت امام علی رحمان را چون پیشوا اعتراف کردند و شاعران در وصفش شعر و قصیده سرودند. تماشابینان عزیز، باید گفت بنابر تفاوت خط، فرق داشتن خط ما و خط مردم شریف افغانستان و نبودن هیچ شبکه تلویزیونی مخالف در تاجیکستان، ساکنان افغانستان معلومات درباره تاجیکستان را اساساً از شبکه های تلویزیونی تاجیکستان میگیرند و باور هم کردند که تاجیکستان بهشت روی زمین است و امام علی رحمان غمخوارترین رهبر دولت در جهان. بعد شنیدن این همه تعریف بعید است که مردم افغانستان فکر کنند امام علی رحمان نه تنها از فرستادن یک سلاح، یک تیر، یک مرمی و پنجشیر، بلکه یک اعتراض به قرغزی به مراتب از طالب، حتی از خودش ضعیفتر، مردنیوار می ترسد. این را مردم برادر افغان نمیتونند. چیز دیگر این که در یک موقع نسبت طالبان تاجیکان افغانستان قرار گرفتن حکومت تاجیکستان و مخالفانش، این هم به نفع امام علی رحمان بود. مردم هر دو طرف دریای آمو هیچ انتظاری از مخالفین تاجیک داشته نمیتوانند، چون نه حکومت در دستشان است نه ارتش دارند. اما امام علی رحمان هم حکومت را دارد و هم ارتش را، هر دو را دارد و اگر امام علی رحمان خواست میتواند کاری کند. بنابراین تمام نگاه ها به سوی امام علی رحمان روانه شدند و کسی متوجه مخالفین تاجیکستان نشد. از طرف دیگر هر انتقاد مخالفین از حکومت در عملکردهایش نسبت افغانستان از طرف مبلغان رژیم و مخالفین و گاه حتی افراد بی‌طرف چون جانبداری از طالبان نشان داده میشد و من دایم شبکه های اجتماعی را پیگیری میکنم، دیده می شود مخالفین هم از اینکه آنها همچون جانبداری طالبان دانسته نشوند از احتیاط کار می گرفتند تا به طرفداری از طالبان و نادیده گرفتن منفعت های ملی متهم نشوند. یک کم ظاهرا خود را دیگرگونه وانمود کنی ها به نظر می رسید. این احتیاطکاری آهنگ مخالفین حتی در انتقاد در مسائل دیگر را نیز نرمتر کرد و فرصت خوب برای تبلیغ رژیم به جا گذاشت و میدان را خالی تر کرد. اگر به فکر من ناراضی باشید تماشابینان عزیز، می توانید نظرهای خود را در چخیلی که میگویند در کمیتری نویسید، ما که ببینیم که تا چه اندازه خطا میکنیم. راه یافتن به محفل های بین المللی هم خیلی هموار شد برای امام علی رحمان. ببینید در همسایگی افغانستان قرار داشتن و موقع ضد طالب گرفتن تاجیکستان نگاه ها از کشورهای دور و نزدیک را نیز به سمت دوشنبه گرداند. اروپا و امریکا که نزدیک به 10 سال است امام علی رحمان را به هیچ محفل راه نمیدهند، مجبور به گفتگو با امام علی رحمان شدند. شنیدید؟
ایمانوئل ماکرون امامعلی رحمان را به پاریس دعوت کرد. شارل میشل به بروکسل دعوت کرد. امکان دارد چند کشور دیگر به مهمانی دعوت کنند یا در سطح عالی به دوشنبه به تاجیکستان هیئت فرستند. پس از چند سال پشت درهای محفل ها قرار گرفتن، امامعلی رحمان دوباره شانس پیدا کرد که با افتخار وارد اروپا شود و نشان بدهد و بگوید که تنها منم در منطقه که علیه طالبان ایستادم. اما یک چیز دیگر، با وجود اینکه امامعلی رحمان واقعا هنر سوء استفاده از حالتهای با وجود آمده را دارد، نزدیک بینیش امکان نمیدهد دورنمای پاینده تر را در اولویت قرار دهد و منفیت های بزرگ و طولانی آینده را قربانی منفیت های حاضره کوتاه مدت می سازد. اولین نشانه های این که برداشت منفیت های کوتاه مدتش از وضعی به وجود آمده در افغانستان به نقطه کلمیناسیونش رسیده و افتش آزاد از قله به پایان در پیش است پیدا شده اند و این هم اعلامیه‌ای اگر شنیده باشید دیروزه گروهی که زیر رهبری امرالله صالح درباره دولت قانونی افغانستان است. شنیدید این اعلامیه را؟ اینها گفتند که حالا دولت قانونی افغانستان پابرجاست از خارج. طبق اطلاع منبع‌های ما، امرالله صالح از زمان سفیریش در دوشنبه و کریچک سیمومین یتیموف افتاده است و همین حالا هم اتاق کاریش در بینای کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان قرار دارد. اتاق کاری امرالله صالح. خبرها آماده ایستادند. اعلامیه تیم امرالله صالح نشان می‌دهد که امامعلی رحمان بالای امرالله صالح سرمایه گذاری کرده نیست. با در نظر داشته اینکه امرالله صالح کمترین محبوبیت نه در افغانستان و نه حتی الیت کهنه سیاسی ندارد، این طرح از اول محکوم به شکست است. اولین نشانه های شکست که اختلاف بین تاجیکان می باشد الکی از خود درک دادند. جبهه مخالفت و لطیف پدرام اعلان کردند با این گروه همدست نیستند. لطیف پدرام که در دوشنبه است مثل امرالله صالح، آنها را کمانده امرالله صالح را خائن دانست، خائن اعلان کرد. اما اینجا سوال به میان می‌آید چرا امامعلی رحمان امرالله صالح را به مسعود ترجیح داد؟ چرا دستگیری از احمد مسعود نیو از امرالله صالح؟ به اندیشه ما مسئله تنها دست نشانده بودن امرالله صالح نیست. امامعلی رحمان نمیتواند از احمد مسعود پشتیبانی کند. چرا؟ برای آنکه احمد مسعود آزاده و آزادیخواه است. هیچ دیکتاتوری حتی اگر منفیت‌هایش طلب کنند نمیتواند دور و دراز از آزادیخواه پشتیبانی نماید، چون بیشتر از همه آزادیخواهان از همین دیکتاتورها میترسند. دقت دهید باشو بینان عزیز. دستگیری امامعلی رحمان از امرالله صالح نه تنها تاجیکان را حد اقل به دو گروه تقسیم میکند، بلکه مرکز مقاومت را از دوشنبه به جای دیگر میکشاند و یگانه قرطه امامعلی رحمان را، قرطه چیش را، از خود قهرمان تراشیش را از دستش میگیرد. همچنین با در نظر داشت محبت مردم به احمد مسعود و نفرت مردم
به امرالله صالح امامعلی رحمان را دوباره از قهرمان به خاین واقعی تبدیل می‌دهد. یعنی چادر از روی امامعلی رحمان می‌افتد و حقیقت امامعلی رحمان، چهره اساسی امامعلی رحمان نمودار می‌شود. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزی دیدگاه. تا دیدار دیگر، خداحافظ. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.